سلام رفقا، چطوری؟ خیلی خوش اومدیم به ویدیوی دیگه. امروز اومدیم که با هم دیگه یه فیلم به شدت زیبا، آموزنده، قشنگ، مهیج رو با هم تماشا کنیم. فوش The Movie. اگه اومده این پس بیم معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. 25% دیگه خوبه دیگه. اوکی. 25% خوبه دیگه. میفهمیم که چی؟ بیزنسمن ما انگلیسی هم بلده. از زیرزم که در میاد. الان پدر زد. وا دوباره اومدی؟ بله دوباره اومدم. تو رو خدا امروز شروع نکن بابا، من خیلی خستم. وقتی یعنی چی؟ این اولین باری نیست که این دوتا با هم دیگه رو به رو میشن. قبلا هم با هم رو در رو شدن. نه راست میگی؟ عجب دارم بس. برو بمیر تخم خر. گفتم بس کن بابا. تو کی فکر کردی هستی پوفیوس؟ من پدر تو هستم. این چرا اینقدر عصبانی هستی امروز؟ بنده خدا آرومه که تو داداش فوشو کشیدی بهش این چیزی نمیگه بهت. بابا من آروم هستم. اوکی تو فقط منو ول کن. ول کن. من خیلی استرس دارم. برم کن با این عینک جانی ورساچی که حتما دزدیدی. یه کت شلوار کهنه و خریدی، فکر می‌کنی حالا بیزنسمن شدی واسه من؟ ببین بچه‌ها چه چیزی از یک بیزنسمن میسازه؟ عینک آفتابی، کت و شلوار. وارد دیگه بیزنسمن. هاندا آکورده. تو همیشه میخوای یه چیزی شروع کنی با من خیلی استرس دارم تو in my life. خیلی استرس داری ها. اصلا من بهت نشون میدم استرس یعنی چی. استرس یعنی چی بچه‌ها؟ بذارید بهتون بگم. استرس در لغت به معنی واکنش روانی تنی است و در اصطلاح عبارت است از حالتی واکنشی روانی تنی که در اثر فشارهای جسمی روحی ایجاد می‌گردد و باعث ایجاد اختلال بیماری در روح، جسم و یا رفتار شخص می‌شود. فشار روحی. این یعنی استرس. خجالت بکش. والا خجالت بکش. خودت خجالت بکش. بس. اصلا بس. من یادم باشه بچه، از من هر وقت خواستین یه بحثی رو تموم کنید این کار کنید. بس. اصلا برو ببین. چی؟ گفتم برو بمیر پدر سگ مادر. ای وای. من گفتم بس کن کش بی تربیت. خستم. هر روز وایسادی همینجا با این. آقا شما که بیزنسمن بودی. بیزنسمن که این لفظ مناسب بیزنسمن نیست آخه. عزیزم من شما که نباید با هر کسی دهن به دهن بگیری. برو کار کن یه پول در بیار. خب اینو راست میگه. برو کار کن و پول در بیار. باز دوباره شروع کردی؟ من شروع کردم پدر سگ. تو خودت اومدی با این لباسا گداخوده هم پیدا نمیشه. چی گفتی پوفیوس؟ من از 10 صبح اینجام. 10 صبح خسته نباشی. من همیشه وایسادی اینجا با این کوپانات که حتما هیچی هم باهاش نمیخری. اولا من با این کوپانا خیلی چیزایی میخرم. دوما منو نشناختی پوفیوس. من ایران آدم کشتم. آدم کشتی؟ جزی بده. الو سردم خواستم این مورد قتل رو گزارش کنم. من خیلی ازت میترسم. من تو جنگ ایران عراق بودم. من میگفتن جنگلی. تو سربازی غذا میپختی. آشپز؟ کی به آشپز میگه جنگلی؟ بالا. این حرفای مزخرف سرمو برد. اصلا هنوز شروع نکردن بیشون. هنوز شروع نکرده. الان تازه اون فیتالیتی رو روت میزنه. الان باد ببرتت. اصلا هنوز شروع نکردن بیشون. الان یک فوش خوار مادرتو بیدن که بفهمی. خوار مادرش میخواد فوش بده. من گفتم الان میگیره یه مشت میزنه توی خرگو. من ای بابا. من دیوونم بابا. نه دیوونه نیستی فقط خری. اصلا برو این دهن کثیفتو بشور با صابون بی معرفت. اصلا you cross the line دیگه. ببین عوضی من باید برم خونه دیگه. تو رو خدا برو گم شو.
ایشالا از گشنگی بمیری. چی گفتی؟ وقتی که خودت شست کرد تو در آمدی. ببین بی همه چیز اگه یک کلم دیگه بگی به من میکشمت، میزنمت، میکشمت. نترس، الان با این زشتی داری منو میکشی. نترس، اینا یکی با جداشون کنه، اینا الان بله سر هم میارن. الان با این زشتی داری منو میکشی. بسته با این تو من خار آقا شما عزیزم، آقا بیزنسمن، تو برو تا دهن تو بشور. آره میکنم. آره آقای هرمز چاکرت هم سرم رفت تو این آفیس داغون شدم. تو رو خدا آقای پارسا منو ببخش. آقای پارسا منو میگه. من حالا جریان رو فهمیدم. من جریان رو فهمیدم. شما خیلی بیادبین. من میرم. بابا آبرومو بردی جلو مردم چته؟ آقا تو داری فوش میدی. الان میزنمت مادر فاکر. خب بزن دیگه. مادر فاکر بیچ. خودت مادر فاکر اسهول سان اف این بیچ. بچه رو اینطوری. الان میزنمت مادر فاکر. خب بزن دیگه. مادر فاکر بیچ. خودت مادر فاکر اسهول سان اف بیچ. آقا موبایل داره زنگ میخوره جواب. بچه یه چیزی اگه دقت کنی این صدای زنگ موبایل نیست، این بیشتر صدای بو خوردن موبایل. وقتی که شما با یکی تماس میگیرین مثلا صدا میاد، دقت کنین. بیچ. خودت مادر فاکر اسهول سان اف بیچ. الو مادر. بله نه معذرت میخوام الان میایم. خیلی مامانش زنگ زد. آره نمیدونم خیلی کار داشتیم. اوکی بای. مامان بود؟ آره چی گفت؟ گفت داره شام میکشه. فابلا خب بریم دیگه. بریم کسته ببینم چرا با هم گرد اینا برادر بودن؟ یه بچه پلوت تویستی که آخر این فیلم داشت اینترستلار میگه زکی کریستوفر نولان کیه؟ اینا 2 ساعت داشتن به هم دیگه خار و مادر هم دیگر مورد عنایت قرار میدادن و در آن واحد برادر بودن. آقا خدای زبان قاصر است از وصف چنین نویسندگی، چنین داستانی. اصلا معرکه آخرش هم با هم گرفتن شام بخورن. هوا که روشن. خیلی فیلم قشنگ بود بچه ها، خیلی داستان آموزنده‌ای داشت، خیلی قشنگ بود. نشون میده که بچه ها با وجود اختلافات برادرها آخر سر همیشه متحد همن. واقعا از عوامل این فیلم تشکر میکنم. بی صبرانه منتظرینم که قسمت دومش بیاد و اونم با هم دیگه ریاکت میریم و براتون بررسیش میکنیم. اگر از ویدیو خوشتون حتما ساب کنین، زنگوله بزنید. دمتون گرم تا ویدیوی بعد. ادیوس.